غدیر قوم الله سبحانه و تعالی امر کرد که بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل چی؟ فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای محمد، پیام الهی رو که بنابر ادعای شما امامت بود به مردم ابلاغ کن و اگر تو این رو ابلاغ نکنی رسالت تو ابلاغ نکردی و الله تو را حفظ خواهد کرد. ذاتی که پیامبرسان امامت رو حفظ کرد، گفت نترس، خود امامو نمیتونست حفظ بکنه؟ پیامبر مگر موقعی که در مکه قیام کرد چند تا سرباز کنارش بود؟ موقعی که به ابو جهل و ابو سفیان و عتبه و ولید و شیبه و غیره گفت که اگر خورشید رو در این دستم قرار دهید، مهتاب رو در این دستم قرار دهید، من از این دعوتم یک قدم عقب نشینی نمی کنم، چند تا سرباز دور و بر پیامبر رو گرفته بودن؟ حسن ابن علی موقعی که با معاویه صلح میکنه 72,000 مرد جنگی کوفی در کنارش بودن. حالا بگید اینا نامرد بودن، اینا شیعیان بی غیرت و نامرد کوفه بودن که از امامشون دفاع نکردن. مگر امام از طرف الله فرستاده نشده؟ الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که پیام الهی را میرسانن. حالا امام از پیامبر از هر کی است، یخشونه، از الله فقط میترسن و از کسی دیگه نمیترسن در کنار الله. این چه امامی است که به خاطر ترس میاد امامت رو واگذار میکنه به معاویه یا خلافت رو واگذار میکنه به معاویه؟ خب خود پدرت بیامرزه اگه این کار رو نمیکرد که مثل امام حسین کشته میشد که اگر این کار رو نمیکرد تمام مسلمان ها شیعیان همه قتل عام میشدن، اصلا مغلوبه میشد، ممکن بود کفر ظاهر بشه، اسلام بالکل از بین بره، معاویه ادعای ابو سفیان و کفر جاهلیت رو برقرار کنه. آقای حسینی برادر بزرگوار، حرف احساساتی نزنید. ببینید آقای حسینی بزرگوار، جناب حجت الاسلام حسینی، حرف احساساتی نزنید، حرف منطقی و واقعی بزنید. وقتی که امام حسین به عنوان امام برحق، شما امام برحق میدونید امام حسین رو، ما میگیم که یکی از صلحا، یکی از امامان هدایت بود، اما از طرف الله سبحانه و تعالی فرستاده نشده بود. این امام حسین وقتی اومد در کربلا خودش و اهل بیتش به شهادت رسید، آیا اسلام نابود شد؟ نه خیر، اسلام نابود نشد. من سنی، من مسلمان اعتقاد دارم که شهادت امام حسین درس آزادگی و شرف و غیرت و قیام و انقلاب بر علیه ظلم، بر علیه بغاوت، بر علیه کفار، بر علیه منافقین به همه مسلمان ها داد. پس اسلام با کشته شدن کسی نابود نمیشه. مگر در دوران امام حسین شیعیان چه عزتی داشتن؟ همین شیعیان دروغینی که بودن در کنار امام، هیچ، همه جا را بنی امیه گرفته بودن. در زمان امام حسن لااقل شیعیان مرکز داشتن برای خودشون، کوفه و بصره دست امام حسن بود، برای خودشون افرادی داشتن، افراد نظامی داشتن، لشکری داشتن، بیش از 70,000 نفر امام حسن. همه اینا رو میاد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلمت الله عزت پیدا بکنه، به خاطر اینکه خون در بین مسلمان ها ریخته نشه. و میدونیم که طلایی ترین دورانی بود که مسلمان ها صلح کردن. حسن ابن علی با معاویه صلح کرد، جنگ و درگیری ها خاموش شد. بله. خب این که خیلی درسته. یعنی امام حسن چون خلیفه بود صلاح مسلمین رو این دید که به کشته داده نشن همه مسلمان ها و هیچ ثمره و سودی هم نداشت و غالب شدن معاویه هم حتمی بود، شکست امام حسن حتمی بود. اما امام حسین چون دید خلیفه نیست، شب عاشورا هم همه رو مرخص کرد، فرمود من تنها رو میخوان، اگر شما برید، حتی برادرانش رو هم فرمود که برید من تنها بگذارید، جان خودتون رو نجات بدید، اهل بیت من رو از این مهلکه نجات بدید. منظورم اینه که یک معاویه که شما خودتونم میگید که معاویه اشتباهات زیاد داشته، 6 تا اشتباه بزرگ داشته، میاد پسرش رو که شرابخور، خراب، اوضاعش اون فساد و همه ابن زبیر رو کشت، نمیدونم تمام عبدالله عمر. حاشیه نرید آقای حسینی، جناب حجت الاسلام حسینی، حاشیه نرید. ببینید قاتل حقیقی
امام حسین رضی الله تعالی عنه بنابر همین صحبت‌هایی که شما کردید حسن ابن علی ابن ابی طالب برادرش است، چون اگر اونجا خلافت رو به معاویه واگذار نمی‌کرد، بنابر منطق شما دارم میگم، چون شما میگید که باعث کشته شدن یک لحظه باعث کشته شدن حسین در کربلا معاویه شده، در حالی که معاویه اون موقع نبود. میگید که معاویه چون که اومد، معاویه چون که قیام کرد، معاویه چون که یزید را تعیین کرد، معاویه چون این کرد چون آن کرد، پس قاتل اصلی معاویه است. اگر با همین منطق شما من بخوام با شما بحث بکنم، قاتل اصلی امام حسین برادرش حسن ابن علی است. چرا؟ چون که اگر اونجا خلافت رو به معاویه واگذار نمی کرد، معاویه در رأس حکومت اسلامی قرار نمی گرفت، پس یزیدی به وجود نمی اومد، جانشینی به وجود نمی اومد، کربلایی به وجود نمی اومد، عمر ابن سعد و نمیدونم شبر ابن ذوالجوشن و عبیدالله ابن زیادی به وجود نمی اومد. پس سبب همه این کشتارهایی که تا قیامت صورت میگیره به خاطر واگذاری خلافت توسط حسن ابن علی به معاویه است. این بنابر منطق شما. پس یعنی با این حساب قاتل حمزه هم وجود مقدس پیغمبر بوده که اون رو به جنگ آورده و خب این منطق شماست آقای حسینی، منطق شماست. شما میگید که قاتل سبب جنایت کربلا معاویه است. مگه معاویه زنده بود اون زمان؟ معاویه به عنوان این که میدونست یزید پسر شرابخور و لاقید و لامذهبیه، هیچ مردم مسلمان پسران خلفای قبلی اصلا نمیخواستن که یزید آقای حسینی شما رو به خدا، شرابخور بود، زناکار بود، فلان بود، این بود، این دروغایی است که در تاریخ اومده. من نمیخوام از یزید دفاع بکنم. لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر کسی که امام حسین رو کشت و به کشتن امام حسین راضی بود. من نمیخوام از یزید دفاع بکنم، اما شما وقتی که با کسی دشمنی داشتید هر چه تهمت است بهش میچسبانید. اما یک سخنی بهتون بگم، اگر یزید راضی بود با آن چیزی که در کربلا صورت گرفت، یعنی امر کرده بود به اون چیز، خب همون معامله رو با علی ابن الحسین و با بقیه اهل بیت پیامبرم در شام میکرد، همشون رو میکشت. کی بود که جلوی یزید رو بگیره؟ اما وقتی که اونا میان در اونجا میشینه با اونا رو استقبال میکنه، از کرده عبیدالله ابن زیاد به اصطلاح اعمالش رو رد میکنه، حالا ولو تظاهر میکنه به پشیمانی، ولو تظاهر میکنه به گریه کردن و به ناراحتی، و با عزت و اکرام باقی مانده اهل بیت حسین ابن علی رو میفرسته به مدینه. در بین اسرایی که بودن عمر ابن علی بود، حسن ابن علی ابن الحسین بود، عمر ابن حسین بود و اینا رو میتونست بکشه. کی میتونه جلوشو بگیره؟ من بنابر منطق شما گفتم، چون شما میگید که معاویه یزید رو جانشینش تعیین کرد، پس معاویه سبب کشتن امام حسین شد. من به شما میگم نه خیر. معاویه رو کی تعیین کرد؟ معاویه رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر کل مسلمان ها قرار نداد. ابوبکر صدیق امیر کل مسلمان ها قرار نداد. عمر خطاب امیر کل مسلمان ها قرار نداد. عثمان که قوم خیشش بود این کارو نکرد. اما حسن ابن علی اومد به عنوان حاکم کل مسلمان ها معاویه رو تعیین کرد. پس سبب همه این بدبختی حسن ابن علی است بنابر این منطق شما جناب حجت الاسلام حسینی. خب شرایطی هیچی نگذاشت برای معاویه به اون شرایط عمل کرد؟ بله. نه، کی گفته عمل کرد؟ عمل نکرد. اما حسن ابن علی نمیدونست. شما که ادعا میکنید اماما علم غیب دارن، این علم غیب امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما اون موقع تعطیل شده بود. نمیدونست که معاویه بعد از خودش یزید رو تعیین میکنه و یزید در زمانش امام حسین در کربلا به شهادت میرسه. اگر علم غیب داشت و میدونست، پس قاتل حقیقی امام حسین حسن ابن علی است. اگر نمیدونست، پس امامان علم غیب ندارن. خب بله، امامان که علم غیب ندارن، این که مسلمه در اصول کافی هم هستش که ما اگر خدا خواسته باشه و خودمون خواسته باشیم به چیزی آگاه میشیم، وگرنه علم غیب مخصوص خداست و امامان علم غیب ندارن. هیچ کسی از امامان این ادعا عزیزم در همین اصول کافی شما باب دارید در اصول کافی که علم کان، علم یکون و علم ماکان رو امامان میدونن و میدانن که چه وقت میمیرن، کی میمیرن، در کجا میمیرن و نمیمیرن مگر ولا یموتون الا باختیار منهم.
این عنوان یکی از بابهای اصول کافی است. امام نمیمیره مگر به اختیار خودش. عجب است شما میگید که امام علم غیب نداره. پس این بابو حذف کنید از اصول کافی. یعنی علم رو که خود اگر خواسته باشن متوجه میشن به اذن خدا. عزیزم آقای حسینی با کلمات بازی نکنید، مردم رو هم فریب ندید. در اصول کافی شما باب دارید که امام علم کان یعنی چی؟ خب امام حسین اصلا قاتل امام حسین امام حسن بود و یزید و ابن زیاد و شمر نبودن. خیلی خوب، شما خلیفه پنجم شما امام حسن باعث قتل امام حسین شد. این قتل امام حسین سبب این نبود که امر امامت اثبات بشه و معلوم بشه که امام حسین خودش رو امام حق میدونسته که به خاطر او قیام کرد و بعد کشته شد تا این امامت رو محقق کنه. شما همیشه میگین که امام علی اگر امامت حقش بود چرا قیام نکرد؟ یک روایت بیارید که حسین ابن علی برای امامت قیام کرد. بسم الله. در تمام مکاتباتی که با اهل کوفه نوشته حضرت فرموده مل امام الا من امر بالقرآن و سنت و امام نیست مگر کسی که به امر خدا و قرآن و سنت پیامبر عمل کنه و این یزید امام نبوده. امامت در میان ما خاندان پیامبر به امر الهی بوده. همه اینها را حضرت در تمام مکاتباتش نوشته بوده و علت دلخوریش هم از اهل کوفه همین بود که میگفت اینها ما رو دعوت کردن اما ترسیدن، به روی ما شمشیر کشیدن، ما رو کشتن. خدایا اشرار رو بر سر اینها مسلط کن و هرگز از اینها راضی نباش. منظورم اینه که شما هم قبول دارین که ابوبکر و عمر بالاخره اونا هم علم غیب نداشتن، اشتباهی کردن، میخواستن شر ابو سفیان و از مکه کم کنن، بهش گفتن برو شام، حکومت شام هم مال خودت باشه. غافل از این که او ابو سفیان و پسرش میرن اونجا تمام امت رو چنان تربیت میکنن که عمر هنگام وفاتش گفت زودتر از بین خودتون خلیفه انتخاب کنید وگرنه معاویه از شام خواهد آمد و فلانی از یمن و اونها مراعاتش حال شما صحابه رو نخواهند کرد. یعنی چنان قدرتی در شام پیدا کرده بود خودش رو به عنوان خویشاوند پیامبر، یک کسی که پدرش عمری علی علیه السلام بهش میگفت من قاتل جد و عمو و برادر تو هستم، کسی که اینجور کینه از علی علیه السلام به دل داشته نمیخواست پسر او امام حسین رو به کینه هایی که از پیامبر و علی داشته او رو بکشه. اینها واقعیت دشمنان پیغمبر بودن و یک اشتباهی شد در تاریخ و اصلا خواست خدا. خب این اشتباه رو کی کرد آقای حسینی؟ این اشتباه رو کی کرد؟ آیا امام حسین رو شام فرستادن؟ بله. این خدا میخواد این کار بطلان ظلم خلافت و این کارهایی که گفتم خلافت از طرف خدا نیست و ما باید خودمون تعیین کنیم رو خدا اینجوری رسوا کرد که مثل یزیدی بیاد تمام صحابه پیامبر رو با اون همه مجاهدت هاشون قتل عام کنه، دختراشون رو حامله کنن. 10,000 آقای حسینی من یک لحظه شما اینجا یک مطلبی اشتباهی فرمودید که ابوبکر عمر بود که معاویه رو فرستاد و ابو سفیان رو فرستاد که از مدینه و از مکه دور باشن که در جنایت نکنن. دوستان عزیز نشون بدید این صفحه رو به من. عثمان ابن عفان اموی از بنی امیه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو سفیر خودش در قضیه حدیبیه برای مذاکره با قریش فرستاد و 2 دختر خود را به ازدواج ایشان درآورد. عبدالله ابن سعید ابن العاص اموی از سابقین اولین بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را مأمور آموزش قرآن به اهل مدینه کرد. وی در جنگ بدر به شهادت رسید. عمرو ابن سعید ابن العاص اموی از سابقین اولین که به حبشه و پس از آن به مدینه هجرت کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به عنوان استاندار وادی القرا تعیین کردند. خالد ابن سعید ابن العاص اموی 5مین نفری بود که اسلام آورد. ایشان به حبشه هجرت نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی را به عنوان استاندار صنعا تعیین نمودند. عتاب ابن اسید اموی پس از فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به عنوان استاندار مکه تعیین کردند. ابو سفیان پدر معاویه ابن حرب اموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به عنوان استاندار نجران تعیین کردند. پیامبرم اشتباه کرده؟ علیه بالله. بله حال اینجوری که پس شما بله پیامبر اشتباه کرده؟ ترحم بر پلنگ دیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. نه، پیامبر اشتباه نکرد. پیامبر به خاطر اینکه اینها اسلام آوردن و میخواست دلهای اینها رو متوجه خدا و دین بکنه بلکه قوم قریش همگی به اسلام رو بیارن، به اینها مناسبی داد که بلکه شر اینها
برطرف خب من بشه. تشکر میکنم. معلق قلوب- من تشکر میکنم معلق جناب قلوب- آقای حجت الاسلام حسینی. شما حرفی برای گفتن ندارید. همون تکرار مکررات است. بینندگان عزیز گرامی خودشون قضاوت در میکنن که مورد کلیپ اولتون که اولاد تشکر فاطمه میکنم. فرزند- تشکر میکنم آقای حسینی. در فرصت بعدی زنگ بزنید. بیننده زیادی پشت خط است. ah